الو الو سلام قربان. سلام داداش جانم. قد موقع که تماس نگرفتم خدمت شما. ساعت چنده؟ 6 خواب بودم. شما خوبی شما؟ من محمدی هستم. به جا نمیرم داداش. به جا نیاوردید بنده رو؟ جانم واسه این چیز زنگ زدم. چیز پنکه. پنکه چیه؟ پنکه آمریکایی که آگهی کرده بودین. داداش نگاه ساعت میکنی؟ من اولش عذرخواهی کردم گفتم بعد موقع تماس گرفته بودم که داداش نه الان من یه مشکلی دارم. پنکه رو همین الان ببین احتیاج دارم. اسم شما چیه؟ یه دقیقه گوش کن. ساعت تو منو تو شب زنگ زدی آدم زابره کردی. منو پیش زن و بچه هم توشن زشت این حرکتت. خب الان من سوالم از شما اینه شما فروشنده ای؟ ساعت بگو داداش. ساعت 2:30 نصف شب جانم. چی میگی؟ پنکه میخوام داداش. خب چیکار کنم من؟ خب الان میشه به من آدرس تهران پارس زدید من یه پنکه اگر زحمتی نیست پنکه رو بیام بگیرم از شما. بعد قیمتش چنده این پنکه؟ 2,600,000. اون موقع شب پنکه آخه میخوایی چیکار بچه؟ نه خب من حقیقت بعد موقع هم زنگ زدم لای پاهم عرقسوز شده. لای پاهم خودم و پسرم دوتایی عرقسوز شده الانم. این موقع شب قربان آقای چیز یعنی چی آخه داشت مگه هم مسخره تو هم؟ خب آقا من پنکه رو میخوام از شما بخرم. نه چیه این موقع شب؟ پنکه 2,600,000 تومانی آمریکایی رو. هیچی ازم تو بگی بخواب. فروشی نیست؟ میگم تو بگی بخواب. هیچی نیست. رو زنگ زده و یه پنکه میخواد بره. الو دیوز خره دیگه نمیفهمه ساعت الو بگو داداش بگو. با من بودید اینا رو الان گفتید؟ چیا رو؟ کسی پیشتونه؟ همسرم داداش بیدار شده. جانم داداش بگو. پنکه رو میخواستم داداش جان. داداش میشه آدرس بدی من بیام پیشت؟ داداش ساعت 2:30 نصف شب پنکه میخوای کجات کنی؟ بابا الو بیناموس داری عصبی میکنی. بابا برو یکی دیگر رو اسکل کن. الان صبر کن من کارم با این تموم نشده. من تا پنکه رو نگیرم از این مگه من ول میکنم 3 صبح همشه زنگ میزنم بچه پر رو. الو ببین این داشت یه حرف بعدی زدی من خیلی شاکی شدم. ببین من خریدار پنکتم. میخوای جا به جا بکنیم با لاتکس یا نه؟ لاتکس میخوام چیکار؟ لاتکس استفاده نداری؟ برای چی؟ خب واسه بهداشت فردی یا موقع بچه دار نشی. سرطان این موقع شب زنگ زدی الان به گوشی من مزاحم میشی. خب آقا این پنکه رو ما الان احتیاج داریم. آقا اگه فروشنده ای تکلیف رو معلوم کن. پول بزن تو که منو بیدار کردی دیگه زابرم کردی. اوه عقل رو مخت نی تو؟ شماره کارت تو میخونی؟ واسه کدوم بانکه؟ به تو ربطی نداره. خب میخوام بزنم به حسابت پولو. خب SMS میکنم برات. الان پنکه رو داداش فردا میشه با هم صحبت کنیم؟ نه همین امشب همین الان من میام میگیرم. کجای تهران پارسی شما؟ داداش خوبی الان حالت طبیعی؟ نه یه خورده چتم حقیقت. خب چرا تاقونی چتیه تو رو من باید پس بدم؟ آخه ما الان پنکه احتیاج داریم. بعد این پنکه هم نوشته بود آمریکاییه. من دنبال جنس خوبم. داداش آمریکاییه. الان مشکلی داریم آمریکایی بودنه؟ نه من جنس آمریکایی استفاده نمی کنم. داداش آمریکاییه. خب آمریکایی استفاده میکنم. خب شما آدرس تو شماره تلفن و آخه الان بعد موقع هم هست. شما پیش خانومتی من بعد موقع زنگ زدم حقیقت.
الان اشکال نداره که من شما پیش خانومتی بیام. حیوان قطع نمی کنه که نمیدونم تو گویی بخورم. حیوان یعنی ببین بعضی از این آدم ها یه حیوان رو تمام گاونم. میشه فردا صحبت کنیم داشت؟ باشه من به شما زنگ میزنم صبح دوباره. نمیده تا از این بگه ما بشش بیرون. خداحافظ.